برادر عزیز در نزد من جهانگیر مجیدوف این حال درم کردن نزد جهانگیر مجیدوف بچه جان پهلوان از ناحیه واسه یک لیوسترا $200 سالمی جهانگیر مجیدوف با بچه جان هم از وارد میدان شد. این حال یکی از مربی‌های خیلی با عدالت جمهوری تاجیکستان از فرزندان و نبیرگان جهان پهلوان مرحوم سید مومن رحیموف سهراب رحیموف تشریف آوردند. یک قسک به افتخار سهراب رحیموف خیلی داوری با عدالت هستند. خدا خواهد بعد از چند دست مربیگی میدان بخشید داوری میدان در دست سهراب رحیموف. ایلیاس یک بچه 6 ساله باشد 5 ساله باشد پدرش هم کرده است نزد ما داره. ایلیاس مرحمت بیاید پدرش نزد ما این پسرشه را گیرم. فردوس نسیموف شهر پولاب ابو شهر پهلوان تسکوهی بین هر دو پهلوان $300 یک خلدیلی یک پالی یک تلویزیون یک لیوسترا وارد میدان شد. خیلی اومده فقط رنگ شد بعدش رفت نوش اینجا فقط چشم جوشنس بیا جا اکای سهراب رحیموف کنی اکای سهراب رحیموف رفتین اکای سهراب رحیموف اکای تو سم کردن حالا تبلان که بینم خب تشکر برادر عزیز یک بار دیگر همه شما را و تنتنه ایدی با شکوه در بهای افتاب نقای طولاب شهر خیر مقدم میگویم و دو پهلوان محبوب وقت و سعادت و نیروز سنجی دارد خیلی تبدیلی مخلصان است بلد جان پهلوان ناحیه واسه و رسول با سعید جمیل رمضان در گلمی اول هنرنمایی دارم. به همه شما تشکر از کارمندای محترم عزیز حفظ حقوق خواهش میکنیم یک بار دیگر به نظام دقیق میدانداری اعتبار دهم. طرفی کلانکارا که شاید از برای دیدار رفیق کپیتان کوم عزیزان بارم نکردم نشانو و محمد رحیم سرخانو من خواهش میکنم نفر سزاوار بیاید. رقابت پهلوان در مرکز میدان خیلی خوب است. تشکر و
پلجون و جهانگیر مجید برای هنرنمایی خوبشون و فردوس نسیم و پهلوانی که در گروه اول با ابوشهامه تیمورملک هنرنمایی دارد. من با کمال صداقت و عزت نفس شما نمیرسم، دوباره به میدان آیید. چند نفرتون دیدم که بعدی باخت با دوباره به میدان آمدن. خواهشمند در میدان آفتابی شما نزد من آمدن لازم نیست، فقط زور با که من با دیگران سپاس خفا برای مردم لازم نیست دیگراش برای مردم برای فقط غالبا با که ماندن. برای یکون کس ما دعوت نکردیم، خواهشمندیم یکون کس فقط جفتی محمد رحیم بایی که علی جان نزدی ما بیا. علی جان دادا محمد رحیم دو تشکر بر بچه قفاتر رو بین اندکورم از همیت مردمان در دورتر بدین سهرو با امکانیتیت پهلوان شهر وحدت امکانیتیت با همین زورو گوشتی گیره تمام. و سهرو پهلوان شهر وحدت طلبکار باشد. میدان آفتابلیکا کمیته تدارکات آماده است که مکافات های ارزنده تید. شاهرخ پهلوان آفتابلیکا با سهراب محمدی و پس شهر وحدت هنرنمایی میکنند که عبدالخلیل و برادرای عزیز هر دو پهلوان کس دولتی قفاتر روین از کلانکه دورتر بسید. شاهرخ پهلوان شهر کرولوب، سهراب محمدیوف پهلوان شناخته شهر وحدت. دختران زیب میدانند. شهرتمندی جودوی تاجیک را این دو تن در مسابقات قهرمانی آسیا یک قانونی چپ گوشتنگیری فردوس نسیموف بسیار پهلوانی خوب نشان میتواند عزیز. عزیز ما با تسکیری شما در نام فردوس نسیموف وقتی سالی میمانیم پهلوانی که بخواه فرقی ندارد در نامش شاه جایزه میدان مهربان پهلوان شهر دوشنبه. دوستان عزیز بیا نزدیکتر میدانداری مهربان را پهلوانان دیگر توجه کردند. کمیته تدارکات نزدیکتر بیایید. کلوب آوازه‌داری حاجی شریف شاه جایزه رقمی
زبیدالله نعمت و پهلوان ناحیه رودکی از کنار راستی میدان بابا جان شهر تهران توفه هر دینا
توفای هر دو را چی اعلام کردیم؟ پهلوان برودکی و مهمان یک چولین یک چند کشک توفای هر دو پهلوان باباجان و زبیدالله شخص متصدی شما در ورقه متوفات از زود در چینید که در صورت فرصتی آخرین باز تغییرات و یک دیگر موضوع نشود. خواهش مندم